بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران معزز، بسیار زیاد مهم است تربیت اولاد. ما و شما تمام عمر کار میکنیم، به خاطر اولادهای خود کار میکنیم. همیال مکاتب ببی صنف 11 صنف 12 صنف 8 است. باور بالله که آنقدر تربیت از افغانستان کوچ کرده که بی نهایت زیاد. حتی روی و روی استاد خدا توهین میکنه. استاد خدا فکر کو اختاریه میته. بنان دعوتگر عزیز، والدین عزیز، از الله بترسین. بسیار زیاد وقتتان که اولادایتان ضایع بسازین. شب که آمدین خیره، بسیار تجارت و کاروبار میکنی، 1 ساعت 2 ساعت همراه دختر بالغت، همراه بچت، همراه خورترکا به خاطر تربیت و تعلیمشان کار کنین. اینمی اولادایتان است که دشمنتان میخیده. امی اولادایتان است که در دنیا شما را بندی میسازه و در آخرت شما را در جهنم میبره. بنان بسیار مسئولیت داریم. کسایی که در اروپا است، امریکا، کانادا، افغانستان، یعنی وقتتان بعد از این به خاطر اولادهایتان زیادتر بده. خصوصا کدام اولادهایتان که هنوز نابالغ از بالغ نشده، اگر همین حالا تربیت کنیش خوب، اگر نه درخت وارست، اگر یک دفعه رشد کرد باز هیچ وقت گپ تو را قبول نمیکنه، نه گپ استاد خود قبول میکنه و به خاطر ازی رول زیاد از کسایی که بچهای جوان است، رول زیاد اندیوالایش داره. از دخترایشتان، از دخترای شما خواهر خونده شانه ببینید که چه رقم اشخاص هستند و از بچهایتان اندیوالایشانه. هر کسی که گمراه شده میگه افسوس است ما را اندیوالا بعد عمل کرد. کسی که پودری شده چرسی میگه از دست اندیوالا. کسی که سرمایه‌اش گم شده از دست اندیوالا. کسی که دیوانه شده یک چیز زهر برش انداخته یا کدام مواد دیگه در خوراکش از دست اندیوالاست. بسیار اندیوالایشان فکرتان بگیرین و کدام بچه‌ک و دخترکتان که نابالغ است تربیتشان همین حالا کنترلشان کنه. اگر گفتم درخت وارست، اگر رشد کردن باز دیگه گپ شما برش هیچ معنایی نداره. جزاکم الله. سلام علیکم و رحمت الله.